این احوال کسلی خالقوف اکبرجان برادرو در больница Боткинский. این احوالش برادرای عزیز همه دیدنیه. این مرحمت خیلی حال شدیده برادرو چخیله. این احوال اکبرجان این لبوی بنده ببینه و من این خچه بنویسه و بفهمه که این باید احوال مردک رسیدگیه. نخواه چه خیش دیگه اکبرجان سرش خیل زدگی تایی چه خیل افودگی خواست در خونه است که بودم آمد نماز خونه بعد نماز گفت که نماز خونه شم باشم گفت که تیز بروی نخوش شد من خیستم کجا به خوی گوزم مقصد باشو نماز مسئول جان باشو نماز به خوی گوزم گفت جمع خفی در تنه کراود تازد پشتکان در تنه سرم گرم شد کنه گفتم شونو بیرون برمان که کتیفم که خفی کشستیم توالت کشید سر ندای توالت زد هیچ نفهمیدم خودم چشمام میکنه نداریم سکویم اینجا فهمیدم اشتکی نه سمجال زدای سر شده در توالت زدگی بوده هم خیلی بعد زدن توالت اوشه این پامیچه گم کرگی بودم سازدنش گم کرگی بعد همی او پدنالا پرفتگی تای هم خیلی انشالله این برادر ساعت شفا میوه 100% این برادر منه انشالله ساعت میوه مردم اگر یکون کمک کنیم باشه مرحمت این مرد تیاره یه سلشتو سیبیاز میبروی نامی رو هم میمونیم هم ایشیره خوب باشی گفتنیم انشالله او اخمقه میشنونیم در درون هم باشه بچه ها نشان میتیم او شیروی نری تاجیک در درون سودگی هم نگاهش دارن جدتش دارن بعد اینا ویدیو اینترویو دادگیم نگاهش دارن جدتش دارن 100% و جزوش در درون هم میگیره ای بیرون جزوش هم میگیره درون میدروه ای درون جزوش هم میگیره خدا میدونه چه چه جزا میگیره هر یک شیری نری تاجیک سودگی یکی برادر فهمیدی یکون دقیقش نباش انشالله صحت سلامت میشه میخیزی خوب 100% میخیزی از من دکتر قطعی گپ زدم ورش قطعی گپ زدم پکا لیچین دوام دادم میگیرم فهمیدی اپراسیا گفتگیان چریپس گلاوی سلامانی گفتگیان چی بگم کاسخونه سر همین پیشانی زدگی شکستگی بوده این هم سیوی چشم و ضربی همه که پولنی همه ورم پایان خمیدگی دو چشم سیوش دیگه برای همین برادرها توجیک باشه و ناموس داشته باشه و ناموسی تاجیکی برداره بخیزه به یک خانم به یک گپ به یک آواز همه کساش توی بشینه مردک همون پات میمونه میشنونیم انشالله ما باید دارم و میشینه بعد شیروی نری تاجیک در درون مسئلهش هم میبینم خب با چی گفتنیم همین دارم که این مردک با اپراسیا کردن گفتگی دکتر من گفتگی که همو برایش که قطعی من گپ زد من برادرش میشم بچه هم اکیش لیش نمان خودم که گپ زدم خب ورش قطعی گپ زدیم ورش میگه که 2 هفته زیاده 2 هفته 3 هفته باید نمیتا لیچینش دوام کردن گیرد تا نمی سیاهی پیوهیش رفتنه پیشونی زرداب گرفتگی درون همون زرداب و چریز بینی میبرورن اگر هوای برآمد ساعت شید 100% رنگین مینن اگر ببینن که نبودش ندانش مقصد در حیات زندگیش در حیات بعدی زندگیش اگر مقصد غم نتیا در سلامتیش غم نتیا جوابش میتیم به اپراسیا یکی دکتر من گفت که شوهی دارم داشت قید دکتر گپ زدیم شوهی دارم دکتر گفتگی که اگر اپراسیا قطعی بشه اپراسیاش خیلی وزبینه اپراسیا آسان نیست برادرها او شیر به همین مردک دیدگی اوج تو زیرا تا 200,000 روسی خستگی دین من ورش قطعی گپ زدم امروز ورش قطعی گپ زدم میگه اوج 200,000 روسی دیگه خراشش تو که ایول این ای زیون دیدگیش اوج 200,000 توی وقتا تو دین نبگاه ای نام اسکوری پامش برای کی اسکوری پامش ورگه یاردم بده 200,000ش اگه دوامش نمیدونم برادرها چخیل میشه و خیلی هر یه لیچین ایمو سومجام پرا پراتیکا رسیدیم هم میبینیم دوامش چی میشه ابو если что ина Боткинский больница ина 4 этаж Боткинский больница Москва Треза ина бародаро хурда хурокаш ҷои ховуш палаташ дар пиштиморам як бачаи руси дига хубай
برای همین مردک‌ها اپراسیون کردن اپراسیون آسان نیست. با میگم برادر این سرای اپراسیونش دکتر گفتگیه که ای 8 ساعت کم وقت نمیگیره داجی. ای 8 ساعت کم نه داجی. ای 8 ساعت زیاد گفتگیه دکتر. خیلی باقی در امان خدا همه کسا برادرها چیزی که دانستیم اینمی. همین مردک نقل کرد. آدم در وقت کسالش یک بار میپرسن. برای همین حاضر یک بار پرسیدمش. دوام دوره با انشالله با میبینیم میشه با چی میشه در روزهای پیشینه. باقی در امان خدا و شما جان صحت سلامتی بردم باشی. انشالله پریجوان نکن همش برادر 100% میشه. دوای در پناه الله باش. سلام علیکم.